بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا و بعد. بینندای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندای عزیز، در نظر داریم که یک سلسله از درس ها را به نام قضایای فقهی معاصر آغاز کنیم که پیرامون مسائل جدیدی که رخ میده و در عصر صحابه، تابعین، فقها و مجتهدین و عصر تدوین فقه اسلامی موجود نبوده. پیرامون موضوعات جدید است، میخوایم پیرامون این موضوعات صحبت کنیم. امروز مقدمتا پیرامون مفهوم قضایای فقهی معاصر، یعنی روی 5 موضوع صحبت میکنیم. مفهوم قضایای فقهی معاصر، معلومات مختصر پیرامون تاریخ احکام شرعی یا ادوار فقه اسلامی صحبت میکنیم. موضوع دیگر چگونگی بیان احکام در زمان تبع تابعین و مجتهدین مذاهب فقهی، که در زمان تبع تابعین و مجتهدین ائمه فقه، ائمه مذاهب چهارگانه فقه که بسیار مشهور شده، احکام چگونه استخراج میکردن و روند فقه چگونه بوده. و همچنان موضوع چهارم شیوه علمای معاصر در بیان احکام قضایای معاصر، این مسائل جدید فقهی علما کدام شیوه را در بیان احکام و پیش میبرن، این موضوع را هم صحبت میکنیم. موضوع پنجم ضوابط و اصول بحث در قضایای فقهی معاصر، یعنی در قضایای جدید فقهی که علما و یا دانشمندا و طلاب علم و فقه در میخوان بحث کنن و پیرامون از این نظر بدن، فتوا صادر کنن، کدام ضوابط و اصول باید حتما مد نظر بگیرن. این بحثایی است که امروز مقدمتا میپردازیم. و البته در قدم نخست مفهوم قضایای فقهی معاصر باید بدانیم. قضایای فقهی معاصر از 3 کلمه تشکیل شده. قضایا فقهی معاصر. قضایا جمع قضیه است. قضیه یک حادثه، چیزی واقع شدن و یا موردی که به خاطر حل و فیصله از او باید به قاضی و محکمه باید مراجعه کنی، را قضیه میگن. فقهی طبعا فقهی مضاف است یا منسوب است به فقه. فقه در لغت و اصطلاح تعریفش در لغت فهم مطلق هم میگن و یک تعداد از علما و فقها میگن که نه، فقه فهم مطلق نیست، بلکه دانستن مراد متکلم یا فهم دقیق و عمیق فقه میگن. که البته در آیات قرآن کریم هم به این معنا به کار برده شده. اونجا که الله متعال از زبان قوم شعیب علیه السلام حکایت میکنه که قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، بسیاری از چیزایی که میگی ما نمیفهمیم، در حالی که شعیب علیه السلام به زبان خودشان صحبت میکرد اما مراد و مفهومش یعنی نمیدانستن. پس از اینجا میفهمیم که یکی از معانی فقه همون فهم دقیق و عمیق و یا دانستن مراد متکلم هست. پس هر فرد که معلومات داشته باشه نمیشه نامش فقیه بگیم، بلکه فقیه کسی است که ملکه فقهی داشته باشه و بتانه بین اقوال ترجیح انجام داده، بتانه استنباط کرده، بتانه. و موضوع معاصر هم به عصر و موضوع جدید یا عصری که زندگی میکنیم به این برمیگرده. در کل قضای فقهی معاصر میتونیم به مو مسائل بگیم که در نتیجه تحولات جدید در عرصه های مختلف مثل اجتماعی، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، همین تحولات جدیدی که در این عرصه ها رخ داده و این مسائل در گذشته و به این اهمیتش وجود نداشته، حال نیازمند اجتهاد فقهی جدید است که در این مورد فقها باید حکم شرعی از او را
تعیین کنن و بیان کنن. پس همین مسائل جدیدی را که رخ داده و در عصر تابعین، در عصر فقهای متقدمین و مجتهدین وجود نداشت، فعلا ایجاب اجتهاد جدید و بیان حکم فقه اسلامی در این زمینه و حکم شریعت اسلامی را داره. این مسائل قضایای فقهی معاصر میگن که این قضای فقهی معاصر شامل چند موضوع کلی میشه که اینجا میشه ذکر کنیم. اولش معاملات مالی جدید. موضوعات مالی جدیدی در جهان رخ داده مثل بانکداری اسلامی، موضوعاتی که یا معاملاتی که در او میشه ربوی باشه. در این زمینه شریعت اسلامی اگر ربا را منع میکنه، کدام بدیل ها را پیشکش میکنه، این موضوعات است. و همچنان عقد بیمه یا عقد التأمین، در عربی برش عقد تأمین میگن، ما شما عقد بیمه میگیم. بیمه هایی که وجود داره، شرکت های بیمه، بیمه تجارتی، بیمه تعاونی و اجتماعی، انواعی از بیمه ها هست. شریعت اسلامی و فقه اسلامی در این زمینه چون این موضوعات جدید است چی گفته است. دیگه در عرصه پیشرفت های طبی، در عرصه طب هم دنیا شاهد تحول و تغییر و پیشرفت بسیار وسیع هست. حالا در مسائل طبی مثل پیوند اعضا، القاح مصنوی، سقط جنین و این موضوعات فقه اسلامی چه نظر داره. موضوع دیگر حقوق زنان و خانواده است. موضوعات شامل طلاق و ارث و اگرچه موضوعات در زمان قبلی هم بوده، در زمان فقها هم بوده، اما موضوعات جدیدی در این زمینه هم رخ داده. حضانت و یا سرپرستی اطفال و همچنان نقش زنان در جامعه فعلی چگونه است. و بحث دیگه هم موضوعات تکنولوژی و فضای مجازی هست، از جمله حریم خصوصی در اینترنت، جرایم سایبری و استفاده از رسانه‌های اجتماعی. این موضوعات جدید فقهی است که ایجاب ازیر میکنه که فقها باید تلاش کنند با استفاده از منابع و مصادر فقه و شریعت اسلامی نظیر و یا مانند قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع و قیاس، در کل مصادر اختلافی و مصادر اتفاقی، استحسان، سد ذریعه، استصحاب الحال، مصالح مرسله، شرایع من قبلنا، مذهب سوی، از تمام این ادله استفاده کنند برای بیان احکام جدید فقهی که انشالله ما در صدد از این هستیم که همین مسائل به شکل درس‌های کوتاه و ویدیوهای کوتاه مختصر خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کنیم، باشه که مفید واقع شود و چیزهای برای معلومات شما افزوده باشیم و خدمت ناچیزی کرده باشیم. بحث دیگه ما معلومات مختصر پیرامون تاریخ احکام شرعی است. البته اگر به تاریخ اسلام به گونه مختصر ما شما نظر بیندازیم، در مراحل مختلف تاریخ اسلام بیان احکام شرعی به شیوه ها و طریقه های گوناگون صورت گرفته. به ویژه در قرون اولی یا قرون خیر القرون یا صدر اسلام و بعد از او که زمان تأسیس مذاهب فقهی مشهور میشه. البته ادوار فقه اسلامی را در کل علما و فقها کتاب‌هایی که در این زمین نوشته کردن به 7 دوره تقسیم میکنن. یکی عصر تشریع در عصر نبوت بوده، یعنی زمان پیامبر علیه السلام، یعنی زندگی پیامبر علیه السلام در سن 40 سالگیش وحی میآید که موافق است به 610 میلادی. از همین زمان آغاز میشه و تا اینکه پیامبر علیه السلام به رفیق اعلی میپیوندند. یعنی در کل همون دوره مکی و مدنی هر دو شامل میشه. و مرحله دوم فقه در عصر خلفای راشدین. البته در زمان رسول خدا علیه السلام فقه منابعش وحی الهی بوده. البته در این زمان پیامبر خدا خود هم اجتهاد کرده و صحابه هم اجتهاد کردن.
که اجتهاد پیامبر علیه السلام با وحی تایید می شده و اجتهاد صحابه توسط تایید پیامبر خدا صحت می یافت، که در حقیقت اجتهادی که پیامبر خدا کرده بود با وحی که تایید می شد در حقیقت وحی بود، و اجتهاد صحابه وقتی که مورد تایید پیامبر خدا قرار می گرفت در ضمن سنت پنداشته می شد. در عصر خلفای راشدین هم 4 خلیفه اول و همانطور خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین یا از جمله فقهای صحابه بودند و همینطور دیگه صحابه عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، ام المؤمنین عایشه صدیقه، تمام این اصحاب بزرگوار از جمله فقها و مجتهدین صحابه بودند که در این عصر طبعا به اجتهادات مختلف پرداختن، موضوعات جدیدی که رونما میشد با استفاده از قرآن و سنت و اجماع راه حل‌های و همچنان از رأی و نظر و اجتهاد راه حل‌هایی را پیشنهاد میکردن. از زمان از رحلت پیامبر علیه السلام شروع میشه تا زمان آخر خلافت حضرت علی رضی الله عنه. و مرحله سوم فقه در عصر صغار صحابه و تابعین بوده که با حاکمیت امیر معاویه رضی الله عنه در سال 41 شروع میشه، 41 هجری، و ختمش اوایل قرن دوم است، یعنی سال 132، یعنی ختم دولت اموی ها. و فقه در عصر تدوین و ظهور مذاهب فقهی مرحله 4 است که شروعش میشه از 132 هجری و ختمش موالی نیمه قرن 4 پایان دولت اموی هست. و فقه در عصر تقلید همراه اجتهاد در مذهب، که طبعا وقتی که مذاهب فقهی مشهور 4 مذهب ایجاد میشه و منحصر میشه، مذاهب خود طوری که میدانیم بیشتر بود، در همین 4 مذهب منحصر میشه. باز فقهای هر مذهب در داخل مذهب خود به اجتهادات میپرداختن، که البته از حوالی نیمه قرن 4 هجری شروع میشه و تا سقوط بغداد به دست هلاکو خان نواسی چنگیزخان ادامه پیدا میکنه. این اصل تقلید همراه اجتهاد در مذهب، یعنی اجتهاد در داخل مذهب. و مرحله بعدی ششم فقه در اصل تقلید محض و جمود فقهی است، که در این زمان از سقوط بغداد با دست هلاکو خان شروع میشه و البته اینجا دیگه تقلید محض است و جمود فقهی و تعصبات مذهبی هم به اوج خود میرسه، تا ای که مرحله جدید ظهور میکنه که وقت ظهور مجلة الاحکام العدلیه هست که یک نفس جدیدی به فقه اسلامی دمیده میشه. و آخرین مرحله همون مرحله فقه در اصل نهضت علمی معاصر هست. علما یک بار دیگر نفس تازه‌ای به فقه اسلامی میدون و طبعا از شروعش ظهور مجلة الاحکام العدلیه هست و ختمشم تا عصر حاضر و ادامه داره. بحث دیگر بیننده های عزیز، شیوه علمای معاصر در بیان احکام قضایای فقهی معاصر هست که در کل وقتی مطالعه میکنیم فقها و علمای معاصر در کل 2 شیوه را انتخاب کردن و یا با 2 شیوه پیش میرن. شیوه اول، در این شیوه علمای کرام بعد از درک و فهم مسئله و قضیه و آگاهی از تمام جوانب آن، حکم آن را به اساس فهم و برداشت خود از مصادر شرعی بیان میکنن و فتوا صادر میکنن، که عمل فقیه در این شیوه در فتوا چی میشه؟ خلاصه میشه. در اینجا یک عالم با استفاده از منابع و مصادر شریعت اسلامی و فقه اسلامی آرا و نظریات متعددی را میخونه، بعد از او رأی و نظر خود ابراز میکنه. که در عنوان مثال میتونیم بگیم که فتاوای فقهی معاصر از دکتر قرضاوی رحمت الله علیه بهترین مثالش هست در این زمینه. و همچنان شیوه دوم
فقهای معاصر در این شیوه به اصدار فتوا نمی‌پردازند، بلکه بعد از درک و فهم قضیه نظریات علما را پیرامون آن نقل نموده، با در نظر داشت اختلاف علما دلایل و مناقشه آن را بیان کرده و بحث می‌نمایند. در اخیر اگر نظر عالم یا رأی معین بنا بر دلایل قابل ترجیح باشه، او را ترجیح میدن و بحث به پایان میرسونه. این دلایل، اگر قول سخنی را ترجیح میدن، دلایل ترجیح را ذکر میکنن. این دو شیوه در بیان احکام قضایی فقهی معاصر علمای دو شیوه را به پیش میبرن. بحث دیگر ضوابط و اصول بحث در قضای فقهی معاصره. این عالم و دانشمندی که یا طالب العلمی که در مورد قضای فقهی معاصر صحبت میکنه باید کدام ضوابط و اصول مد نظر بگیره. در کل کسی که در مورد قضای فقهی معاصر صحبت میکنه و بحث میکنه و نوشته میکنه باید دو قدم یا دو مرحله را پشت سر بگذارد. در قدم اول لازم است قضیه و یا واقعی مورد بحث به شکل درست درک و فهمیده شود. اگر برای روشن شدن کامل قضیه نیاز به سوال نمودن و پرسیدن از کسان دیگر احساس شود، لازم است از آن شخص متخصص پرسیده شود. این در قدم اول باید موضوع کاملا خود آگاه بسازد. یک موضوع جدید پیش میشه که در اون زمینه مثلا در موضوعات طبی که دید شریعت و فقه اسلامی خواسته میشه، اینجا باید مشوره شود با اطباء و دکترای که واقعا مهارت دارن، با او مشوره شود. در موضوعات جدید اقتصادی باید با اقتصاددانا، عالم و فقیه و مفتی که میخواد فتوا بده باید مشوره کنن. و یا حتی یک تعداد زیاد علما میگن در مسائل جدید فقهی باید اجتهاد به شکل فردی صورت نگیره، بلکه اجتهاد جمعی باشه. مثلا دارالفتوا در یک کشور و یا جایی که فتوا صادر میکنه باید متشکل از علما و فقها و همچنان در عرصه‌های مختلف علما در اونجا عضویت داشته باشند، چه در عرصه علوم شرعی خب طبعا بیشتر و در علوم مختلف اونجا عضویت باشه تا رأی و نظر از اونها گرفته شد. این قدم اول بود. در قدم دوم فقیه و عالم به بیان حکم میپردازه. بعد از اینکه موضوع کاملا فهمید، تمام کیف کان قضیه را دانست، البته در بیان حکم قضیه معاصر و جدید باز به مراجعی که ذکر میکنیم به این مراجع باید مراجعه صورت بگیره. اول رجوع به مصادر اتفاقی و اختلافی شریعت. یعنی زمانی که یک فقیه موضوع کاملا دانست، تمام جوانبش آگاه شد، باز میخواهد که حکم بیان کنه. در بیان حکم باید اول به مصادر اتفاقی و بعد مصادر اختلافی شریعت اسلامی مراجعه کنه، با قرآن، سنت، اجماع، قیاس و مصادر دیگر. دوم رجوع به اجتهادات فقهای گذشته. یعنی ما از فقهای گذشته خود هیچ گام مستغنی شده نمیتونیم. ما یک تراث بزرگ فقهی داریم، باید به او مراجعه کنیم. سوم رجوع به مصالح مرسله و مقاصد عام شریعت اسلامی. یعنی مقاصد عام شریعت اسلامی که طبعا یک بحث بسیار کلان و جدی در عصر حاضر هست، نمیشه که به تفصیل در این ویدیوی کوتاه به او بپردازیم. طبعا به مصالح مرسله و مقاصد شریعت باید مراجعه شد. و مرحله اخیر یا مرجع اخیر باید به قواعد فقهی، به قواعد کلی فقه رجوع صورت بگیره. پس در کل فردی که میخواه مسائل جدید به او بپردازه باید به همین دو قدم یا دو خطوه را مد نظر بگیره و به این گونه به حکم و بیان حکم قضیه بپردازه. بینندگان عزیز، به مقدار بسنده میکنیم. این مقدمتا موضوعاتی را ارائه کردیم. انشالله که این سلسله ادامه داره و هفته آینده انشالله درس دیگری را خدمت شما ارائه میکنیم. موفق و مؤید باشید.